سلام دوستان، حسینی هستم با یک مبحث جدید در مورد اشپیسن و یا سینسن چی است و یا ترانسفر گیلد چی موقع انجام میشه. زمانی که شما یک حساب در بانک باز کردین و برای فعالیت‌های تجارتی شما از او حساب استفاده میکنین، بانک یک سلسله هزینه‌ها را بر شما در حساب بانکی شما انجام میده. و به طور مثال زمانی که شما یک پول انتقال میدین و یا یک جنس از طریق بانک میخرین، بانک برای همون انتقال پول یا جابجایی پول اشپیسن هزینه یا همون هزینه بانکی را از حساب بانکی شما کسر میکنن. و سینسن بیشتر تعریفش این است که زمانی که شما یک پولی را به شکل قرضه یا به شکل قسط از یک سازمان یا از بانک میگیرین، بانک برای همون مبلغ پولی که در اختیار شما قرار داده سود میگیره و سینسن به معنای سود هست، یعنی یک مفادی است که در قبال پرداخت پول یا در اختیار گذاشتن یک مقدار پول یک مفاد یا یک سودی را از مبلغ پولی که به شما داده کسر میکنه، یعنی اضافه بر همون پولی که شما به شکل قرضه برای فعالیت کاری شما بانک در اختیار شما قرار داده یک سینسنی بالای از او اضافه میشه. یعنی شما باید هم اصل پول به بانک دوباره مجددا برگردانین و هم همون سینسنی که درصدی که با شما تفاهم کردن یا 3% یا 5% یا 10%، تمامی همون درصدی که بابت پول با شما پرداخت کردن شما باید همون سینسن و اصل پول به بانک بپردازین. پس گفتیم که سینسن برای قرضه بیشتر استفاده میشه و اشپیسن کسب به معنای همون انتقال پول که زمان شما از طریق بانک انجام میدین یک هزینه بابت از بانک از شما میگیرن.